بسم الله الرحمن الرحیم. سورة المدثر مکیه. سوره قبلی که بود سوره عبادت بود. سوره مدثر که هست این سوره مکی هست، این سوره دعوت هست. در اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله برای عبادت لیل. چرا گفتیم که دعوتگر مسلمان تا وقتی که خودش عبادت و اطاعت نکنه در گپ از او تاثیر نمی باشه. اگر میخوای که دعوت روز تو تاثیر داشته باشه چی کو؟ شب عبادت بکن. سوره مزمل عبادت شبانه رسول الله صلی الله علیه و آله بیان کرد. سوره مدثر سوره دعوت است، دعوت روزانه رسول الله صلی الله علیه و آله بیان میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر، الله متعال به رسول الله خطاب میکنه، برش میگه که یا ایها المدثر، ای کسی که تو لحاف پوشیدی یا چادر پوشیدی یا قدیفه را پوشیدی، خود پیچاندی، قم، اینجا به معنای حرکت کو، استاد شو و حرکت کو. فانذر، پس بترسان مردم را از عذاب اخروی. تو دعوتگر اسلام هستی، تو پیغمبر اسلام هستی، حرکت بکو. ایلیاف و ای کمپل و ای گپاره اوسکو. دعوتگر دیگه تمام روز در زیر کمپل و در زیر لیاف خو نمی باشه. دعوتگر اسلام باید چی کنه؟ بخیزه و حرکت بکنه و به درس و به تعلیم و به دعوت خودم مشغول بساز. و ربک، و نخستین پیام دعوتگر مسلمان چی هست؟ عقیده هست. سعی کنین این در سایشی را میته برای ما و شما که انسانی که میخواه که در راه رسول الله سم بره، امی اوامر بر از او متوجه هست. انسان مسلمان باید حرکت داشته باشه، مردم از عذاب الله بترسانه، برای مردم جنت، دوزخ، قیامت، صراط، قنطره را کلش تشریح کنه، بیان کو برای مردم بفهمانشان. بسیار مردم بیچاره نمیفهمه. بخیل می دعوتگرا بسیار بخیل هستن، گپای حق نمیگن برای مردم، و مزاج مردم کار میکنن. مردم بیچاره نمیفهمه که من در کدام عذاب مبتلا میشم. نه، برش بفهمان، برش بترسانشان از سختی های قیامت، از عذاب دوزخ. آلی دعوتگر مسلمان از کجا شروع کنن؟ الله میگه و ربک فکبر، اول عظمت و بزرگی الله را برای زنا معرفی کن. چرا اکثریت مردم چرا به مخلوق رجوع میکنن؟ چرا به قبرها میرن؟ چرا پیش بتها میرن؟ چرا پیش زیارتها میرن؟ چرا مخلوق پرستی میکنن؟ به خاطر از اینکه مردمای بیدین عظمت مخلوق برشان گفته. تو که مسلمان هستی چی را بگو؟ عظمت خالق را، توحید برشان بگو، ربوبیت الله را برشان بیان بگو که الله خلق کننده هست، روزی دهنده هست، شفا دهنده هست، زنده کننده هست، میراننده هست. تقدیر الله نوشته میکنه. انسان الله هست که زنده میکنه و میمیرانه. پس توحید ربوبیت برشان بیان کو، توحید الوهیت برشان بیان کو، توحید اسما و صفات الله را برشان بیان بکو. از ذات القدیر، العظیم، الحکیم، المؤمن، المهیمن، المتکبر، عظمت الله را برشان بیان کو. و ربک فکبر، و رب خود چی کو؟ تعظیم بکو و عظمت الله را بر از اونا برسان. آل دعوتگر مسلمان دیگه باید چی را مراعات بکنه؟ و ثیابک فطهر، تو که دعوتگر مسلمان هستی لباست باید بسیار پاک باشه، چهرهت بسیار پاک باشه، که مردم وقتی به طرف صورت تو، چهره تو، لباس تو میبینه، مردم باید از چیز تو متنفر نشه. این حال کسایی که ریشش چرک، سرش چرک، مثلا یخنایش چرک و چتل، لباسش ببینی که از چرک مثلا لباس سفید بیخی گلابی و زرد شده، ریش سفیدش ریش زرد شده، دندانایش مثلا یک هفته یک ماه نششته، بوی عرق بوی میته، مثلا در پشت سر یگان تا نماز میخونی پایایش ببینی قرمه بوی میته. این حالی ای آدم مسلمان صحیح نیست. الله میگه که پاک خدا بگردان. تو که دعوتگر اسلام هستی
اگر دیگرها هفته 2 دفعه غسل میکنن، تو هفته 4 دفعه بکن. دیگرها اگر هفته 1 دفعه لباس تبدیل میکنن، دعوتگر مسلمان باید 3 دفعه 4 دفعه چی کنه؟ لباس خود تبدیل بکنه. خیر است، مادر اولادک ذره دنگ دنگ میکنه، لکن تو به خاطر از اینکه دین الله بدنام میشی، از این خاطر تو باید بسیار لباس تا بسیار چی کنی؟ پاک بکنی که دیگر راسون تو سیل میکنه خوشش بیایه. باید بسیار نظیف باشی، بسیار پاک باشی، آثار رحمت الله در چهره تو دیده شود. یگانه که میگه من دیندار هستم، باز یک کلاگه که ملنگی پیدا میکنه، چلتار ملک عبدالعزیز در کله خود میمانه. کجا یک دین بر تو گفته که چلتار بزن مثل چلتار پادشاهی از اون جواره؟ بازو در کلیت بانی یا سر عرفات واره یک چلتاره که در کلیت کردی و بعد زیر پتلون پوشیدی و بعد سر پتلون یک پیران بخمل پوشیده و بعد سر از او 6 دانه چپنه پوشیده. این چی است؟ میگه من ترک دنیا کردیم. ترک دنیا نیست، ترک دین است. تو خب بیخی ترک دین کردی. دین خب میگه پاک باش، نظیف باش. قرآن چی میگه؟ و ثیابک فطهر، پاک بگرد. و الرجز فهجر. دیگه چی است؟ تو که دعوتگر اسلام هستی، این صفات دعوتگر اسلام الله بیان میکنه. این سوره دعوت است. تو که دعوتگر اسلام هستی چی کو؟ و الرجز از پلیدی ها. اول خود از گناه دور کو. فهجر، از گناه هجرت کو. خودت در گناه خود مبتلا نساز، خود مستحق عذاب نساز، خودت در شرکیات خود مبتلا نکو. تو که دعوتگر هستی باید خودت موحد باشی، یکتا پرست باشی، فکر خود باید درست جور کنی. اقسام توحید باید خودت اول بفهمی. دیگه چی صفات است؟ دیگه صفتی که دعوتگر مسلمان داشته باشه که اول رئیس دعوتگرای اسلام کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. برش میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا تمنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کارای زشت نمیکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت کرد، تبلیغ کرد، عظمت الله را بیان کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم پاکترین و خوشبوترین و مقطرترین و نظیفترین انسان بود. انسان از رجز، از پلیدی ها و از گناه های صغیره و کبیره رسول الله صلی الله علیه و سلم پاک بود. از گناه شرک و بیخی پاک بود، از یاق هجرت کرده بود. لکن این خطاب ها که به رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه، در حقیقت ما و شما که میگیم ما داعی دین هستیم، دعوتگر اسلام هستیم، مسلمان هستیم، برای هر مسلمان این پیام است که تو باید صفات داشته باشی. خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب برای ما و شما هست. ولا تمنن تستکثر، و منت گذاری نکو. چه قسم منت گذاری؟ که تستکثر، که تو بسیار عمل خود زیاد حساب کنی که والا من بسیار نماز خواندیم، بسیار عبادت کردیم، بسیار درست عبادت کردیم. نه، از خود راضی نباش. ولربک فاصبر، و وقتی که تو صبر میکنی به خاطر ربت، به خاطر الله صبر بکن، به خاطر خود نه، به خاطر الله، به خاطر دین الله صبر بکن. چرا؟ برای تو مصیبتی که میرسه در دعوت، در باید به خاطر رضایت الله چی داشته باشی؟ صبر داشته باشی. صبر چی است؟ در دعوت صابر باشی. هر قدر که دعوت میکنی خسته نشی. شاگردایت میگه که یک دو که خد درس بده، تو دیگه بگی نه بری گمشی، حوصله ندارم، بری چوبه بگی در جاش. این صابر نیست. یا مردم منتظر هستن که تو در جمعه بسیار خوب مثلا آمادگی میگیری. صبر است، در سای عقیده را خوب بخوان، خوب بفهم. صبر در عبادت همی است که با زبان شیرین دعوت میکنی، با اخلاق خوب دعوت میکنی. صبر در معصیتی است که به طرف گناه نمیدوی. گناه که در مورد می صبر میکنی. دیدی گویا چند تا دخترای نامحرم تیر میشه، خدا گوشه میکنی بان که وا تیر شود که نظر من به طرف از اون نفته، باز ما تیر میشم. صبر است. صبر در عبادت، صبر در معصیت و صبر در مصیبت. سختی سرت میایه، مردم هر چی میگیته، گپای زشت، الفاظ زشت، صبر داشته باش، خیر است. صدقه سرشان بان که بگوید. و این کل کارا به خاطر چی میکنی؟ ولی ربک، خاص برای کی؟
به خاطر رضایت الله این صبر میکنی. فاذا نقر فی الناقور، پس هنگامی که دمیده شود در ناقور، در سور، فذلک یومئذ، پس این روز، پس همین فذلک، پس آن است، یومئذ، در روزی که، یعنی همین روزی که در سور دمیده میشه، یومئذ روز است، یوم عسیر، که روزی بسیار سخت است، علی الکافرین، خصوصا بر کافرها که از غیر یسیر، آسان نیست. ذرنی، بگذار مرا، و من خلقت وحیدا، و کسی که او را من خلق کردم تنها. یک کسی بود به نام ولید ابن مغیره، یک مشرک کافر بسیار خطرناک بود، بسیار فصاحت و بلاغت داشت، رئیس از مردم بود که ابو جهل و ابو لهب یا یک جا شد و گفتن تو برو که پیغمبر جرا بحث بکن. وقتی که پیش رسول الله صلی الله علیه و رفت، وقتی که او قرآن برش خواند، ذلیل شد، خوار شد، پس آمد گفت او مردم، این کلام بشر نیست، این شعر نیست، این سحر نیست، این کلام پیغمبر گفته نمیتونه، این کلام بسیار چی است. خب خلاصه وقتی که گپا را زد، پس ابو جهل یا پیشش رفتن، گفتن که والا تو چی شدی و ایره، پس ده غرور آوردن، بازی به اساس غرور و تکبر و کبر خود پس خیست و به ضد قرآن و به ضد رسول الله صلی الله علیه و استاد شد. الله متعال دربارش آیات قرآن نازل کرد، گفت که ذرنی، بگذار ای رسول الله صلی الله علیه و بگذار مرا و من و کسی را که خلقت وحیدا، که من او را خلق کردم تنها، و جعلت، در اول هیچ چیز نداشت، ذلیل بود، خوار بود، و جعلت له مالا ممدودا، باز من بر از او دادم مال بسیار زیاد، و بنین شهودا، و فرزندا برش دادم، شاهد بودن، حاضر بودن، و مهدت له تمهیدا، و برش تیار کردم هر قسم وسایل زندگی را. ثم یطمع، باز ای طمع میکنه ان ازید، که هنوز زیاد شود سرشان. کلا، ای چنین نیست، انه کان لآیاتنا عنیدا، یقینا که ای با آیات ما سخت مخالف بود. سأرحقه صعودا، الله متعال میگه که او را زود ما مجبور میسازم که ای بالا شود در یک کوه از آتش. انه فکر، یقینا ای بدبخت چی کرد؟ رفت خوب پیش خود فکر کرد، و قدر، و اندازه کرد که من چه قسم به ضد پیغمبر و ضد قرآن چی برنامه بسازم. فقتل، پس هلاک شد و تباه شد. کیف قدر، هر قسمی که ای اندازه کرد. ثم قتل، باز هلاک شد. کیف قدر، باز ای هلاک شد همون قسمی که ای اندازه کرده بود. ثم نظر، باز میگه نظر کرد. ثم عبس، باز روی خود ترش کرد. و بصر، و دهان خودم کج و وج و خراب ساخت. ثم ادبر، باز پشت خود دور داد. و استکبر، و تکبر کرد. فقال، باز گفت این هذا الا سحر یؤثر، گفتی قرآن که از نیست مگر سحر است. یؤثر، که ای چی شده روایت کرده شده. این هذا الا قول البشر، با اساس همین تکبر خود باز گفت که قول انسان هستی، سخن الله نیست. الله متعال میگه ای خوب فهمید که کلام الله هست، ای خوب عظمت قرآن فهمید، لکن غرورش، تکبرش، خودخواهیش مانع ازی شد. از این خاطر الله متعال میگه سأصلیه سقر، ما زود داخل میکنیم ای بدبخت که ولید ابن مغیره هست، ایره دا آتش دوزخ. و ما ادراک ما سقر، و چی چیز تو را دانست که سقر چی هست؟ گفت سقر لا تبقی ولا تذر، تو یک آتش است که باقی نمیماند، ذره ذره میسازه و ذلیل میسازه، ولا تذر، و نمیگذاره هیچ چیزی از او را، یعنی نابودش میکنه، تکت تکیش میکنه، وضعیتش خراب میکنه. باز الله دوباره ایره پس جسمش جور میکنه، پوست دیگه برش میده، باز آتشی ری نمیخسم، ذره ذره میسازش. لواحت للبشر، که بسیار سوزنده هست آتش برای بشر، برای انسان. علیها، بالای زمین دوزخ، 19 ملائکی مقرر هستند. و ما جعلنا اصحاب النار، و ما نگردانیدیم ای اصحاب دوزخ را الا ملائکتا، مگر ملائکه. و ما جعلنا، و نگردانیدیم عدتهم، تعداد از اینا را، الا فتنتا، مگر امتحان، للذین کفروا، بر کسانی که کافر شدن. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب،
لیستیقن، تا که یقین بکنن، الذین، کسانی که اوتوا الکتاب داده شده بود برشان کتاب. و چطور یقین بکنن؟ چون درباره ملائکه و عدد ملائکه و دوزخ و عذاب الله در کتابای از اونا ذکر شده بود. حالا که یارا دیدن اونا هم یقین کنن که واقعا آنچه که در قرآن از حق است، امو توحید و ایمان پیغمبرای قبلی هست. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، و زیاد کنه بر مؤمنا ایمانشان را، انوس یقینشان بیشتر شوه. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، ولا یرتاب، در شک نیفتن، الذین، کسانی که اوتوا الکتاب برشان کتاب داده شده است، والمؤمنون و مؤمنان. ولیقول الذین فی قلوبهم مرض، و تا که بگویند کسایی که در قلبهاشان مرض است، والکافرون و کافران، ماذا اراد الله بهذا مثلا. کافرها و منافقها باز چی میگن؟ باز میگن که الله چرا این مثال ها را بیان میکنه؟ کذالک، الله میگه اینمی قسم، یضل الله من یشاء، گمراه میکند الله متعال کسایی را که خواسته باشه، و یهدی، و هدایت میکند، من یشاء، و هر کس را بخواهد. و ما یعلم جنود ربک الا هو، اما لشکر الله را نمیشناسه مگر خود الله. ای که تعداد ملائکه چقدر است، ایره حتی خود ملائکه هم نمیفهمند. حتی در روایت های میگه که 70,000 ملائکه که ملأ الاعلی را میان اونجا به طواف در ملأ الاعلی، 70,000 ملک ایره مثلا طواف میکنن، میگه تا روز قیامت بر از اینا نوبت دیگه برشان نمیرسه. اینقدر ملائکه هستن که در عبادت الله مشغول هستن و لشکر الله را نمیشناسه مگر خود الله. و ما هی الا ذکر للبشر، و این نیست این سخن مگر یک نصیحت است برای چی؟ بر انسان ها. کلا والقمر، الله متعال میگه که کلا، هیچ وقتی باید شما تصوراتی کافرها و بیدینا را نداشته باشین، و آنچه که کافرها و بیدینا میگن هیچ وقت به دردشان نمیخوره. والقمر، قسم است به ماه، واللیل، به شب، اذا ادبر، وقتی که بگذرد، و صبح، و قسم است به صبح، اذا اسفر، وقتی که روشن شود. انها، یقینا که امی جهنم دوزخ است، لاحدى الکبر، یکی از مصیبت های بسیار بزرگ است. نذیرا، ترساننده هست، للبشر، برای انسان، لمن شاء منکم، برای هر کس از شما اگر خواسته باشد، ان یتقدم، ای که پیش برود در نیکی ها، او یتأخر، یا تأخیر کند در نیکی ها. کل نفس بما کسبت رهینه، ای آیت بسیار سخت است برای مسلمان. به هر انسان الله متعال میگه هر انسان بما کسبت رهینه، در گرو است در آنچه که عمل کرده. هر کس ببینید در روز قیامت در گرو اعمال خود است. مشرک ببینی که در گرو شرکیات خود است، کاش که نمیکردم. کافر در گرو کفر خود است، قاتل در گرو قتل خود است، دز در گرو امو سرقت خود است. کل نفس بما کسبت رهینه، هر کس ببینی که در گرو از اونمو هست. الا اصحاب الیمین، مگر کسانی که صاحبان دست راست هستند. اونا کسانی که دفتر اعمالشان به چی داده شده است؟ به دست راستشان. فی جنات، در باغ ها می باشند. یتساءلون عن المجرمین، باز اونا سوال میکنن جنتی ها از مجرما، ما سلککم فی سقر، تو خوب میگفتی ما مسلمان هستم، دیندار هستم، تو چرا در دوزخ رفتی؟ قالوا لم نکن من المصلین، و حالا ما خبر شما مسلمان خودم میگرفتم، باز که تنها میبودم، نماز نمیخواندم، در قصه نماز نبودم. دیگه ایشه میگه تو چرا در غضب خدا گرفتار هستی؟ میگه ما صاحب خوب پیسه داشتم، ولم نکن نطعم المسکین، ما باز به مسکینای در قصه شان نبودم. مسکینه که میدیدم خودم 6 غوری میخوردم، به اون مسکین یک توت نان خشکام نمیدادم. ولم نکن نطعم المسکین. دیگه ایشه میگه تو چرا در دوزخ رفتی؟ تو خوب بسیار میگفتی من خوب آدم هستم. او میگه والا صاحب و کنا نخوض مع الخائضین، ما صاحب عادت داشتم که در می جلسات که دعوت میکردن، بازیگه میرفتم صاحب، کت کافرام در جلسه میشیشتم، و کت مشرکام میشیشتم، و کت مرتدام میشیشتم، و کت بدعتگرام میشیشتیم. بازیگه میگفتم که با خلق خدا آشنا باش، با خدا باش. ای بیچارام در دوزخ رفته. والا رفتیم، یک مجلس دموکراسی بود، یک مجلس حقوق بشر بود دیگه، ضد اسلام گپ میزدم. من گفتم خیر است دیگه،
دیپلماسی کنم دیگه. ما تو رفته بودم در مجلس کت کافرا و بیدینا و مشرکا و آی مجلس بدعت هم رفتم. گفتم باش خیر است، باز مردم نگوید که این والا فلانی استاد کس بسیار افراطی است، خود از افراطیت بکشم. رفتم کت این مردمای بیدین دیگه در مجلسشان ششتم. خب و کنا نخوض، میگه ما میرفتیم در باطل به همراه خائدین، کسانی که گپای زشت میزدن که ما زن باید برهنه باشه و حق قانون باید انسان جور بکنه و مثلا باید اسلام تطبیق نشه و مچم فلانی نشه و قصاص نباشه. اینه دیگه در مجلس های فکایی که سر الله سر پیغمبر فکایی گفته میشد، قه خنده بازار است، لوده بازار است. یا هم سبکت ریش خود کت کلاه خود رفته بود قرار دادم بین شیشته بود که ما مینه دموکرات هستم. خو خیتون در دوزخ رفتی. و دیگر هم میگه تو چرا در دوزخ رفتی؟ تو خو اون سر قبر تو هم نوشته بود شهید. اون میگه و کنا نکذب بیوم الدین، مردم مرا شهید میگفتن، خب من بر روز دین چی میکردم؟ تکذیب میکردم. میگفتم نه بابا، ما که هستیم لینینیست هستیم، کمونیست هستیم، مایی هستیم، ما روز قیامت قبول نداشتیم. حتی اتانا الیقین، تا وقتی که بر ما یقین آمد. چی یقین حقیقی؟ آله و چشم خود دیدیم. الله متعال میگه فما تنفعهم شفاعت الشافعین، باز بر از اینا فایده نمیکنه شفاعت کننده ها. ولو که پیغمبرم بخیزه از یک کافر، اول خب پیغمبر این کار نمیکنن چون پیغمبرها بسیار با ادب هستند، لکن پیغمبر هم شفاعتش بر انسان مشرک، مرتد، کافر، این بدعتی، کسایی که دشمن الله و رسولش هستن، این باز پیغمبر هم شفاعت کرده نمیتونه. فما تنفعهم، برای جای منفعت. چرا شفاعت بر کی است؟ شفاعت بر انسان مسلمانی که عقیده توحید خوب داره، الله را، وحدانیت الله را، صفات الله را کلش قبول داره، در شرک مبتلا نیست، سر الله تهمت نکرده با بدعت ها، سر رسول تهمت نکرده با بدعت ها، این تهمت ها را نکرده، لکن بیچاره اشتباه کرده، از پیشش گناه های صغیره یا کبیره شده، باز اونا مستحق شفاعت میشن. او هم تو نه که کبیره اما تو رقاصی مشهور باشه یا سازنده خوب اما تو مشهور باشه. یک روز در جای رفته شیطان غلبش کرده، خیسته یک اتنک انداخته در یگان آرسی دیگه تو دایمینه، یگان دفعه خطا خورده دیگه، یا مثلا کدام وقت نمازش ترک شده، یا کدام وقتی مثلا در یگان سازماز برابر شده، یا یگان دفعه اینترنت از پیشش خطا خورده، در کدام سایت خراب رفته. این گناه هایی است که پت کرده، توبه کرده، استغفار کرده، یک چند روز مستحق دوزخ است. الله متعال نمیخواهش که مستحق چیز کنه دیگه. بر از این کافرایی که این قسم هستن فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بر از اینا شفاعت شافعین هم به درد نمیخوره. فما لهم، پس چی شده؟ عن التذکرة، اینا از نصیحت معرضین، اعراض میکنن. که انهم، میگه این کافرها باز در روز قیامت و یا در دنیا وضعیتشان چه قسم است؟ میگه من حمر مستنفره، مثل الاغ‌هایی هستند که فرار کرده باشن. در دنیا برشان که هر قدر گفته بری از مجالس دین فرار میکنن. همین 2 دقیقه کشیش شیطان تیر تق تقک میته. سیست نه؟ ما شما الحمدلله 2 ساعت 2.5 ساعت میشینیم نه؟ یعنی جور باور که ضعیفترین تان، مریضترین تان، همیالا مریضش هم هستم، اون کلتان خبر دارین، مریضترین کلتان ما هستم، لیکن راحت ترین کلگی ما هستم. اگر همیالا قارتان نبیم یک سپاری دیگه موصله دارم بخونم. اما بعضی کسا رو ببینید که مجمع میشینه در آخر همین 2 دقیقه که میشینه باز قط این خود قط شیطان میتیش نه قسمی باز کسایی کنی به دروغ به بانی موبایل زنگم نامده، باز میگه که در گوش خود میگیره، باز کپک میره. الله متعال میگه این مردما که هستن در دنیا هم در مجالس دین شیشته نمیتونن، مثل حمارگلای هستن که مستنفر فرار میکنن. و در آخرت هم همی قسم میگم تو گد ود هستن، فرت من قسوره، او حمارهایی که الاغهایی که فرار کرده باشن از شیر. در بین حمارای وحشی نه، الاغای وحشی که است، اگر یک شیر میره شما در فیلم ها دیده باشین یک دفعه ببینید که فرار میکنه، میگه هم تا عادت دارن. و یریدو، بلکه اراده میکند، کل امرئ منهم، هر کدام از اینا که ایوتا داده شود، صحف منشره، صحیفه های سرگذشته سرگشاده. کلا، هرگز چنین نیست، بل
لا یخافون الاخره، بلکه اینا ترس از آخرت نداره. کلا آگاه باشین ای مسلمانا، انه یقینا قرآن عظیم شان، ای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، تذکرتا در حقیقت یک نصیحت است بر هدایتتان. این کتاب من حیث کتاب نصیحت بگیرین، کتاب هدایت بگیرین. فلسفه نیست، منطق نیست، بیولوژی و فیزیک نیست. یگان مثال های به خاطر قناعت دادن از اونا هست، لکن این کتاب چی است؟ کتاب نصیحت است که انسان درباره نتیجه اعمال خود و آخرت خود فکر بکنه. فمن شاء، پس هر کسی که بخواد. الله چقدر ذات صبور است، چقدر ذات رحیم است. میگه فمن شاء، پس هر کسی که بخواد، ذکره، یاد میکنه این قرآن عظیم شان را، میخونه لفظش، معنایش خوب گوش میگیره، در آیات قرآن تدبر میکنه. و ما یذکرون، او مردم ایره یاد نمیتونن کردن قرآن را، الا ان یشاء الله، مگر ای که الله بخواه. شما که قرآن میخوانین، مشیت الله در هدایت شماست، اراده الله هست که شما را در مجلس قرآن شانده و هدایت میشین. چی نعمت الله است بر ما و شما. الله میگه و ما یذکرون، و یاد نمیکنن این قرآن را، الا مگر ان یشاء الله. از این معلوم میشه کسایی که در مجلس قرآن میشینن یارا الله بسیار دوست داره. الله بر از اینا اراده خیر کرده. هو اهل التقوى و اهل المغفره. اینی کسانی که از قرآن پند میگیرن و از قرآن توحید یاد میگیرن و از قرآن تقوا را یاد میگیرن و با قرآن زندگی خود تغییر میتن و فکر خود تغییر میتن و توجه به آخرت پیدا میکنن. الله متعال میگه بازینیا اهل تقوا هم هستن، با تقوای حقیقی همت انسان نیست. و اهل مغفرت هم امی کسایی هستن که وقتی از قرآن میخوانن و معنای قرآن میفهمن، باز مطابق ازی خود تغییر میتن. اونو وقت باز میتونی که وقت فکرت فکر قرآنی شد، عملت عمل قرآنی شد، زبانت مثل قرآن حرکت کرد، چشمت مثل قرآن دید، باز او وقت تو اهل تقوا و اهل مغفرت میشه که الله متعال ما و شما را این نعمت بزرگ نصیب بگردانه. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک.